من کوشیار عظیمیانم، کامپیوتر شریف خوندم، بعد اومدم آمریکا، میخواستم ریاضیدان بشم. بعدم تو آمریکا کم کم اومدم وارد کارهای آنترپرنورشیپ شدم. یه استارتاپ زدم به نام کانسرت بوم که گفتم یه ذره پولم در بیاد. زمان من خیلی ضد پول بودم. بعد کم کم رفتم توی 6 7 سال گذشته وارد ماشین لرنینگ و ای آی شدم و توی چند سال گذشتم وارد بایوتک شدم. من یه جمله خیلی جالبی چند سال پیش خوندم: شما تو هر 5 دقیقه هر آدم یه بار سرطان میگیره، ولی بدنتون توی صدها میلیون سال توی اِوولوشن مثل مولکولا ساخته که این مولکولا میرن پیدا میکنن اون سرطانو و اونو میتیگیت میکنن، مشکل رو حل میکنن براتون. ما الان داریم با ای آی داره ساینس به ایجاد میشه شما میتونید مولکولای جدید دیزاین کنین. شما میتونید برید اون کاری که اِوولوشن در توی صدها میلیون سال یه سری پروتئین و یه سری لارج مولکول ساخته، شما هم بیان وارد بازیشین و شما هم مثل مولکول جدید بسازین و برین کمک اون دستگاهی که دارن با سرطان شما میجنگن و یا حتی به ایجینگ شما بتونین ایجینگ رو اسلو کنین، آدم‌ها بیشتر عمر کنن و سالم‌تر عمر کنن. کمپانی تریتن رو زدم که کارش همینه. ما یه کمپانی ای آی هستیم، یه کمپانی سافت‌ور و ای آی هستیم. مثل تمام کمپانی‌های ای آی سیلیکون ولی مولکول دیزاین می‌کنه. این مولکول‌ها به عنوان دارو و یا به عنوان هر شکل دیگه‌ای میتونه به جنگ سرطان بره، به جنگ آلزایمرز دیزیز بره، باعث اکسپنشن لایف آدم و هلت بشه. این کاری که ما الان داریم می‌کنیم و خیلی پشنیتیم الان راجبش.